سخنگوی ارتش اسرائیل هم دقایقی پیش در بیانیه اعلام کرد که 99% از موشک‌ها به اسرائیل در آسمان شکار شده و رژیم خبیث اشتباه کرد، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. يا ابوي على المكلتين على المكلتين. الله اكبر. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن. بدانند اگر غلطی از آنها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.